سلام سلام کمیسک الختام. به نام آن که جان آفرید. آیا می‌دانید مسلمان حقیقی کیست؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث می‌فرمایند مسلمان حقیقی آن مسلمان است که دیگر مسلمان ها از زبان و از دست او ایمن باشند. روایت بخاری. برادر و خواهر ایمانیم، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در این حدیث صفتهای مسلمان حقیقی را به ما بیان کردند و گفتند که مسلمان حقیقی آن است که دیگر مسلمان ها از زبان و از دست او ایمن باشند. در این حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم اول زبان گفتند، چون ضرر زبان در بیشتر وقتها از ضرر دست هم بسیارتر است. وقتی که کسی را دشنام می دهیم، وقتی کسی را غیبت می کنیم، وقتی که تهمت می کنیم، این بدتر است از ضرر دست. پس اگر خواهیم که از جمله مسلمان های حقیقی باشیم، باید حق برادران خود را به جای آوریم، یعنی با زبان و با دست خود آنها را آزار مدهیم. و خوش به حال چنین شخصانی که دیگر مسلمانان را با دست و با زبان خود آزار نمی دهند. برادر و خواهر ایمانیم، بعد از شنیدن این حدیث بیایید به خود سوال بدهیم: آیا ما از جمله مسلمان های حقیقی هستیم؟ آیا مسلمانان از ضرر زبان ما و از ضرر دست ما ایمن هستند؟ پس اگر ایمن باشند خوش به حالتان، و اگر ایمن نباشند پس فرصت است که خود را اصلاح بکنیم. پس با عمل کردن این حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم از جمله مسلمان های حقیقی باشیم. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.